سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و تنتون سلامت باشه در این روزگار. من صدفم و به چنل یوتیوب من خوش اومدید. من حدوداً 2 هفته پیش در لینکدین یک پستی منتشر کردم راجع به بسته شدن اکانت فایورم و از اون روز پیام‌های مختلفی گرفتم راجع به این که چطوری میتونیم توی سایت‌های فریلنسری حالا مثل فایور یا آپورک که تجربه من هستن پروژه بگیریم. همون اول چطوری به همون اعتماد میکنن که به همون پروژه بدن وقتی که ریویو نداریم، یا در زمان جنگ و قطعی اینترنت با این موزل چطوری میشه کنار اومد، راه حلی هست برای رفع کردنش، و در مورد استفاده از VPS و همه اینها سالهای مختلفی نقد کردن درآمد. سالهای مختلفی از من پرسیدن و تصمیم گرفتم که این ویدیو رو درست بکنم و خیلی مختصر و کوتاه و مفید بیام و راجبش صحبت بکنم. خب اول از همه بگم من در حیطه تحلیل داده، ماشین لرنینگ و دیتا ساینس فعالیت میکنم، ولی این ویدیو مناسب هر کسی هست که میخواد وارد دنیای فریلنسری بشه و میخواد یک فریلنسر بشه و صرفاً مختص آدم هایی که توی این فیلد کاری من هستن نیست، چون یک سری مباحث کلی تر رو میخوام راجع به این ها بگم. من نوشته بودم اکانت فایور من برای همیشه بسته شد و دلیلش این بود که در زمان قطعی اینترنت فایور از من وریفای خواسته بود و من چون اینترنت نداشتم و دسترسی به اینترنت نداشتم و دسترسی به اکانت فایورم هم نداشتم، نمیدونستم و قاعدتا نمیتونستم وریفای انجام بدم و بعد از 14 روز به من دوباره یه شانس مجدد داده بودن که همچنان من اینترنت نداشتم و اکانت من بسته شد. حالا برای دوستانی که نمیدونم، من اکانتم لول 2 شده بود و پروژه گرفته بودم، کلاینت های مختلف داشتم، تقریبا با 7 تا کلاینت کار کرده بودم. بعضی هاشون پروژه های طولانی مدت تری داشتن، صرفا یه پروژه نبوده و همه اینها. و خوشبختانه من تقریبا 3 روز پیش تونستم اکانت فایورم رو دوباره برگردونم و جالب اینه که من با خیلی از کسایی که فریلنسر بودن صحبت میکردم که من میتونم اکانتمو برگردونم یا نه و میگفتن نمیشه و باید اکانت جدید بسازی. ولی خب خوشبختانه من با ایمیل هایی که پی در پی برای فایور ارسال میکردم بالاخره موافقت کردم با اینکه من وریفایم رو انجام بدم و اکانتم برگشت خوشبختانه و خوشحالم از این موضوع، چون دوباره از صفر شروع کردن یه مقداری برام سخت بود و خیلی تو ذوقم خورده بود. گفتم یه توضیح بدم راجع به این، چون پستی که در لینکدین گذاشته بودم هم راجع به همین موضوع بود. یه سوالی که خیلی من باهاش مواجه شدم این بود که در زمان قطعی اینترنت ما میتونیم از VPN های مثلا گیگی استفاده بکنیم، گیگی 1,000,000، گیگی 700 تومن، و خیلی دوستان شما از VPN تحت هیچ شرایطی نمیتونید استفاده بکنید، نه در زمان جنگ نه در زمان صلح. صلح که آتش بس فرضی، به خاطر اینکه VPN امن نیست و شما به یک IP ثابت امن نیاز دارید و بسیار زیاد حساس هستن این سایت های فریلنسری به IP شما و باید از VPS مورد اعتماد و معتبر استفاده بکنید. کاری که من کردم، من خوشبختانه حدوداً 1.5 سال پیش با یک تیمی آشنا شدم که متخصص شبکه و امنیت بودن و اینها برای من یک برنامه رو نوشتن برای VPS که تحت هیچ شرایطی نشتی نداره، یعنی یا وصل اون نشتی نداره یا کلا وصل
نمیشه و این خیلی کار برای من راحت تر میکنه و خب خوبیش اینه که سرعت بسیار بالایی داره. انگار شما با خود سیستم لپتاپ یا حالا هر چیزی که استفاده میکنید دارید استفاده میکنید و سرعتش خیلی خوبه. مثل ریموت دسکتاپ نیست که سرعتش خیلی خیلی پایین باشه، یا حالا VPS های دیگه که من استفاده میکردم سرعت های نسبتاً پایینی داشتن نسبت به خود سیستم و من اینجا معرفیشون میکنم. هر کسی که دوست داشت میتونه باشون صحبت بکنه و راهنمایی بگیره ازشون. تیم خوب، حرفه‌ای و همیشه در دسترسی هستن و من تجربه خیلی خوبی دارم ازشون. یک فرد دیگه که باهاش آشنا شدم برای گرفتن سیم کارت، من اول سیم کارت مالزی داشتم و بعد سیم کارت انگلیس گرفتم فیزیکی و اون زمانی که من شروع کردم تقریبا 2 سال پیش بود، حدودا 2 سال و 2 ماه پیش بود و اون زمان سیم کارت های فیزیکی میگرفتیم. الان سیم کارت های مجازی مثل فانیتل استفاده میکنن و مثل اینکه کار میکنه و بهتره، به صرفه تره و همیشه در دسترسه. و خب یک چالشی که من دارم همچنان اینه که وقتی که اینترنت قطع میشه یا یک اتفاقی برای کشور میفته مثل جنگ، این سیم کارت ها از کار میافتن و یه مدت زمانی طول میکشه تا دوباره آنتن سیم کارت ها برگرده. مثلا الان فکر میکنم سیم کارت من حدودا 10 روزه که آنتنش برگشته و الان جنگ فکر میکنم 2 ماهی هست که تموم که دو آتش بس هستیم. در نتیجه سیم کارت های فانیتل من هنوز نگرفتم و استفاده نکردم، ولی کسایی که استفاده میکنم و باشون در ارتباطم میگن که آنتن داره و قابل استفاده است و فکر میکنم قیمت حدودیش هم نمیدونم، فکر میکنم $15 سالیانه. یه سوال دیگه که به نظرم مهمترین قسمت و چالش کار هست اینه که چطوری پروژه بگیریم وقتی که پروفایلمون هیچ ریویوی نداره و ما نیو سلر محسوب میشیم. چطوری بهمون اعتماد کنن که بهمون پروژه بدن. اول از همه کاری که من میکردم این بود که سعی میکردم گیگای خیلی خیلی با کیفیتی درست بکنم در ظاهر و نمونه کارهای خوبی رو بذارم داخلشون، ولی اون گیگی که شما درست میکنید خیلی مهمه که چه شکلی باشه که آدما روش کلیک بکنن، بیان ببیننش، جلوه بصری خوبی داشته باشه. عکس خودتون رو حتما بذارید، خیلی تاثیر داره عکس گذاشتن و حتما ویدیو بذارید. ویدیو ایمپرشنتون رو به راحتی 2 برابر میکنه نسبت به خود یک کاور عکس معمولی. حتما ویدیو بذارید، خیلی خیلی تاثیر داره روی ایمپرشن، روی کلیک کردن و سعی کنید مثلا روزانه 2 ساعت 3 ساعت آنلاین باشین، آپدیت بکنین، هفته 2 بار 3 بار آپدیت بکنین گیگاتونو و نمونه کارهای جالب بذارید و همه این کارا انجام بدید. مشتری پیدا میشه، مشتری شما رو پیدا میکنه. در فایور اینطوریه که مشتری میاد و شما رو پیدا میکنه و باهاتون صحبت میکنه و همون اول نمیگم ارزون بدین خدماتتون رو، اصلا خودتون رو دست کم نگیرید. من یادمه که میگفتن که برای اینکه اولین پروژه رو بگیری خیلی ارزون بده خدماتتون، ولی خب مثلا شما نباید خیلی ارزون بدین همون اول کار، نباید خیلی دیگه مثل کسی قیمت بدید که تاپ ریته. چیز حد وسطی رو انتخاب بکنید و خودتون میدونید دیگه ارزش کارتون چقدره. تقریبا از اون ارزش کارتون یه کوچولو بیاید پایین‌تر، نه خیلی بیاید پایین‌تر و مطمئن باشید که پروژه میگیرید. من اکانتم رو که ساختم در فایور دائم در حال آپدیت کردن گیگ ها بودم و همه اینها و زیاد آنلاین بودم
گیگای بقیه رو میرفتم نگاه میکردم، به خصوص کسایی که تاپ ریت بودن، لول 2 بودن، نگاهشون میکردم و ایده میگرفتم ازشون که ببینم چه تایتلی خوبه بذارم، چه هشتگی خوبه بذارم و کاور کی جذاب تره به نظرم یا کیا بیشتر پروژه گرفتن. از اینها هم خیلی کمک میگرفتم و مدل های مختلف رو امتحان میکردم برای درست کردن کاور گیگم و ازشون استفاده میکردم ببینم کدومشون ایمپرشن بهتری میگیره و من اولین پروژم رو تقریبا 3 ماه بعد از اینکه اکانتم رو ساختم گرفتم و جالب من اولین کسی که بهم پیام داد یه قیمت خیلی خیلی بالایی گفتم نسبت به کاری که میخواست بکنه، مثلا کارش $100 $150 شاید از نظر خودش میارزید و من بهش گفتم من $500 میگیرم و پروژه بهم نداد و تقریبا 2 هفته بعدش یک نفر بهم پیام داد و این سری خیلی محتاطانه تر قیمت رو گفتم و جالب بود که یک کلاینت خیلی خوبی بود. من همکاری 3 ماهه‌ای داشتم باهاش و دائم داشتم پروژه ازش میگرفتم و کنار پروژه هایی که بهم میداد بهم تیپ هم میداد در واقع، یعنی همون انعام هم میداد و این خیلی دلگرم کننده بود. یعنی نگران این نباشید که حالا یکم هم پایین تر از اون قیمتی که مد نظرتونه بگید کار انجام بدید، ممکنه از این کلاینت های خوبم به پستتون بخوره و زیادن. این کلاینت های خوب زیادن، کنارش کلاینت های بدم خیلی زیادن. در مورد فایور و آپورک اینکه کدومشون بهترن، من توی آپورک متاسفانه خیلی فعالیتی نکردم، اکانت دارم ولی خیلی فعالیتی نکردم و خیلی چی میگن یادم رفت چی بهش میگن، خیلی توش جنب و جوش خاصی نداشتم، کلمه مناسبش یادم نمیاد، ولی آپورک پروژه های خیلی بیشتری داره ولی به همون نسبت رقابت هم خیلی بیشتره توش و دست شما بازه برای اینکه پروپوزال میتونید بفرستین برای کلاینت یا اون میتونه شما رو انتخاب بکنه. توی فایور فقط کلاینت میتونه شما رو انتخاب بکنه ولی توی آپورک شما همه این امکانات رو دارید و خب این کار رو راحت تر میکنه ولی به همون نسبت رقابت هم خیلی بیشتره و برای کارهای سنگین‌تر، پروژه‌های بزرگتر، طولانی مدت‌تر آپورک مثل اینکه بهتره ولی من چون بیشتر توی فایور فعالیت داشتم خیلی نمیتونم راجع به این موضوع نظر خاصی بدم، ولی در کل جفتشون سایت‌های خیلی خیلی خوبی هستن و به نظرم به جز این دوتا سراغ سایت دیگه ای نرین چون این دوتا از بهتریناشن. سایت‌های دیگه خیلی مثل اینا خوب نیستن طبق چیزی که من میدونم و شنیدم و حالا کسایی بودن که استفاده کردن من میدونم این دوتا بهترینشونن. یه سوال دیگه هم که جالب بود برام این بود که به نظرت میصرفه که توی این وضعیت نابسامان و بی‌ثباتی که تقریبا توش هستیم وارد فریلنسری شد یا نه؟ دیگه الان خیلی ریسک بزرگیه. برای من میصرفه به خاطر اینکه من این مارکت بین المللی رو دوست دارم و از اینکه با آدمای مختلف در سرتاسر دنیا صحبت بکنم، پروژه بگیرم و باهاشون کار بکنم برام خیلی جالبتر و جذابتر و دوست داشتنی تر از اینه که بخوام توی صرفا مارکت ایران کار بکنم و یه کاری رو شروع بکنم و در ادامه همون رو هی بخوام انجامش بدم. برای من خیلی جالبه پروژه گرفتن از این سایت ها، آدم های مختلف در کتگوری های مختلف
و به نظرم آره اگر علاقه دارید و وقت دارید که براش بذارید هم جالبه، هم میصرفه، هم خوشتون میاد، هم چیزای خیلی جالبی یاد میگیرید در این مسیر. مثل هر کاری که انجام بدید چیزای جالبی یاد میگیرید، این هم از این قاعده مستثنا نیست و خیلی دست شما رو باز نگه میداره برای گرفتن پروژه از آدم‌های مختلف در سراسر دنیا و این خیلی جالبه، برای من خیلی جالبه. راجع به زبان هم از من سوال پرسیده بودن، اینکه در چه سطحی باید باشه زبانمون، چه شکلی میشه صحبت کرد و گزارش هایی رو که میخوایم تهیه بکنیم باید خب انگلیسی باشه، چه شکلی بنویسیم و همه اینها. دوستان عزیزم، چت جی پی تی بزرگترین کمک کننده شما خواهد بود. اول از همه این که شما وقتی که با کلاینت در ارتباط هستین اصولا چت میکنید باهاش و خب اینجا میتونید اگر زبانتون خوب نیست میتونید از چت جی پی تی کمک بگیرید. نه اینکه واسش بفرستید بگید جواب بده، بفرستید ببینید ازن چی گفته، چی میخواد، شما چی میخواین جواب بدین و اینو با چت جی پی تی میشه درستش کرد. در مورد گزارش هایی هم که قراره تهیه بکنید، حالا بعضی از کارها نیاز به گزارش داره مثل کار من، بعضی از کارها مثل گرافیک و تدوین و اینها فکر نمی‌کنم نیاز به گزارش داشته باشه، نمیدونم. ولی حتی اگر سطح زبانتون پایینه و خیلی خوب نیست، باز هم میتونید از پسش بر بیاید و اصلا نگران این موضوع نباشید. زبان به عنوان آخرین نگرانی هست که شما میتونید داشته باشید. در نتیجه اول زبانتون رو خوب بکنید، حالا فارغ از همه اینها چون خیلی به کار میاد، ولی نگرانش نباشید. در نتیجه من اگه باز هم برگردم به عقب، این مسیر رو ادامه خواهم داد با تمام چالش هایی که وجود داره و با تمام اتفاقایی که میتونه بیفته و اینکه یکم سمج باشید، چون من زود ناامید نشید، چون توی این مسیر ممکنه اکانتتون بند بشه، مثل اکانت فایور من کلا بسته بشه، ولی اینها ساپورت ورک و تیم ساپورت تیم های خوبی رو دارن و میشه باهاشون صحبت کرد و میشه اگر حالا اکانت از دست رفت، بلاک شد، بند شد، هر اتفاقی افتاد میشه باهاشون مطرح کرد و با یه پیگیری بیشتر از حد معمول اکانت رو برگردون و دوباره فعالیت کرد و حالا همه چالش هایی که ما در ایران باهاشون روبرو هستیم، ولی به نظرم میصرفه و کار جالب و بامزه‌ایه و امیدوارم که این ویدیو براتون مناسب بوده باشه، کمکتون کرده باشه و اگر که میخواین شروع بکنید همین امروز شروع بکنید، بهتر از اینه که 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 1 سال دیگه بخواید شروع بکنید. و اگر سوالی داشتید ازم میتونید بپرسید، با کمال میل جواب خواهم داد و امیدوارم که خوب، خوش، سالم و پر پول زندگی بکنید.